من الفاظ رو ندارم که اظهار غم کنم، اما یکی از خصوصیات ملت بزرگ ما است که همیشه در غم با هم شریک هستیم و امید است که امروز تمام ملت افغانستان خود پنجشیری فکر کنه و فکر میکنه. در این جای شک نباشه که امروز این غم پنجشیر غم ملی است، غم سرتاسری تمام مردم افغانستان است. همه در گلم عزا با هم نشستیم و همه با هم این درد حس میکنیم و تعهد ما سر از امیست که انشالله تعالی یک نقطه ختم به غم متداوم گذاشته شد و بتانیم آینده اعمار پنجشیر به شکل انجام بدیم که غمای نه تنها غم فعلی بلکه غمای گذشته به صورت بنیادی تسکین بیافته و انشالله تعالی رفع شد. امشب از این خاطر جلسه کابینه را گرفتیم که نه تنها وزارت دفاع ادامه بلکه تمام وزارت‌های سکتوری دیگه آماده شد و انشالله تعالی هر کوتاهی که باشه بدون کمی و کاستی به جناب دکتر صاحب به من مستقیما انتقال بدین. ما خواهان عزیزیم که از شما بشنویم تا بتانیم نواقص را که وجود داره رفع کنیم. در مرحله اول دیش امیدوارت دادیم که قوای بین‌المللی و قوای هوایی ما که امروز فضل خدا هوا خوب شده اینا را از راه هوا پرد 2000 خانواده را بسیار با آسانی ترتیبات گرفتن میتونیم. والی صاحب ترتیب دیگه رو که بگیرین که یک ذخیره با وجود به اگه امکانات ذخیره را فراهم کنین که چیزای دیگر از راه زمین انتقال بدین که هرچی پیشرفت شده میره، چون این خانواده ضرورت دوامدار خود داشتن. نکته دوم است که یک تیم کامل انجینری را از قوای بین‌المللی مسئولیت دادیم که کل وضع را به صورت سرتاسری بررسی کنیم. دریارم بررسی کنن که ما از خطر سیل پیش از پیش اقدامات داشتیم. در قسمت شهدا جناب دکتر صاحب 20 میلیون افغانی را نقدن آوردیم که فوراً امرای شهدا و مجروحین کمک شوند. هرچی ارقام تغییر میکنه و امید است که تغییر نکنه اما خطرش موجود است. اداره امور در خدمتتان است. از نگاه صدمه 19 ولایت افغانستان تا بال صدمه دیده، اما زیادترین صدمه معلوم دار در پنجشیر عظیم است و از این جهت امشب من یک طبقه بندی واضح میکنم که جاها به اساس درجه صدمه طبقه بندی شد. وقتی که غم میایه ما را نه تنها به غم شریکی وادار میکنه بلکه به اقدامات سرتاسری عملی و همه جانبه که بتانیم ریشه های غم دور کنیم و یک خدمت اساسی را انجام بدیم. این زمینی است که تمرکز همه افکار ما سر از خود باشد